با قوت دلیر چولک چونین از شوری تربیگرندگانی کودکستانی رقم 112 پایتخت همترین بچه‌ها سلام پیام گروه جدی بازی شاقوار تلویزیون آفرین رو بپذیرید. دوستان عزیز، شما علاقه آگاه شدید که ما در مهمانی دوسترکانی کودکستانی رقم 112 پایتخت قرار داریم. چطور که می‌بینید شروعچین برنامه علاقه با دو دسته جدا شده در میدان صف کردن. حالا بیاید با دسته‌ها شناس می‌شویم. همین طریق از طرف راستی من دسته جهانگیر. آفرین. و از طرف چپ باشد دسته بهزاد. همین طریق با دسته‌ها شناس شدیم. حالا باشه من از بازیگران خواهش می‌نمایم که با جای خویش گذارند و با مسابقه جدی آماده شوند. تو این مدت من شما رو با حکمان برنامه شناس می‌کنم. ما با هر دسته برار می‌خواهیم. برنامه امروز رو حکمان در هیئت زیرین به حکمگذاری می‌نمایند. مربیان کودکستان رخساره لایقова و گلچهره میرزایeva. شروع و دوباره بازی امروزه من کرامتلای اصلان. اینا اشتراک صدا داد و شرط نخستین مسابقه ما آغاز شد. ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی در دست پسران سبچه در داخل سبچه 3 تا توپچه به میدان برآمده. توپچه را در داخل حلقه گذاشته به مرا برمیگردند. دخترکان دستان زمین عملها رو اجرا نموده، توپ رو جمع نموده به مرا برمیگردونند و همینطور بازی ادامه می‌یابد. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز، بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراک نوبتی دسته رو می‌بینیم. دستا برابر حرکت کرده ایستادند. اینک برترین نصیب دسته بهزاد شد. نه دستا باز برابر است. ببینید شما را می‌بینید که با دقت تماشا کنید و به طور خوب دسته‌ها با حکمگذاری نمایید. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. برترین نصیب دسته بهزاد شد. خواهش می‌کنم دسته بهزاد با لباس‌های سفید و سیاه و دسته جهانگیر باشد با لباس‌های سرخ و سیاه در میدان بین هم خوازمای دارند. ادامه بازی رو می‌بینیم. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. در اینجا اشتراکچی دسته جهانگیر کمی به سراسیمگی راه داد و بینید که اونها دستشون در رقیب ماند. اشتراکچی نوبتی دسته جهانگیر کوشش کرده است که دستش رو به پیش کشد و بیاید می‌بینیم که کوشش و غیرت اونها تا کدام اندازه ثمر می‌بخشد. بازی ادامه دارد. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. اشتراکچی نوبتی دسته ها رو می‌بینیم. بازی خوب باشد دوستان عزیز. اینک پسرکان آفرین دستا با میدان برآمدن. پس از چند لحظه نوبت دخترکان دستا فرا میرسد و بیاید مهارت دختران دستا رو می‌بینیم. ادامه دارد بازی. دخترکان آفرین دستا نیز با میدان برآمدن و همان برترین نصیب دسته بهزاد است. در این شهر دسته بهزاد غالب آمد. آفرین و دسته بهزاد خند زنید. اینک شرط نوبتی ببینید که شرط چگونه شرط خبر است. در این بازی در دست اشتراکچیان توپچه‌ها به نوبت به میدان برآمده. از بین مانع‌ها گذشته با توپچه‌ها ستونچه‌ها رو به نشان میگیرند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. این زمان از جهت به نشان گرفتن ستونچه‌ها دست‌ها برابر هستند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. برترین نصیب دسته بهزاد است. اشتراکچیان دسته جهانگیر کوشش کرده که دستش رو به پیش کشند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. از دسته جهانگیر
4 ستونچه باقی مانده است از دسته بهزاد باشد 5 ستونچه و میبینیم که چگونه تغییرات به عمل میآیند. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. ادامه دارد بازی. اینک دخترکان افشین دسته با میدان در اومدن و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. در این شهر هر دو دسته برابر به مرا رسیده هستند با هر دو دسته. شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی ایشون با نوبت به میدان برآمده از داخل حلقه گیمناستیک گذشته بالا متر گیمناستیک گل میزنند داخل میدان رفته باز به مرا برمیگردند. خاطرسته میکنم که هنگام به مرا برگشتن ایشون همین بازی رو تکرارا اجرا میکنند. بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دستا برابر هستند. برتری نصیبی دسته بهزاد شد. ایشون دسته جهانگیر نیز کوشش کرده استادن که دستشون رو با پیش کشن ولی برگردن دسته بهزاد برتری رو از دست دادنی نیستن. ببینید که مخلصان دستا رو خیلی خوب پذیرایی نموده استادن و البته پذیرایی نمودن مخلصان به دسته ها قوه و نیرو میبخشد. اونها با وجد اومده بازی رو زود به خطا اجرا میکنن. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی باز و خروش ادامه دارد. ایشون نوبتی دستا رو میبینیم. اینک ترکون اخیر دسته با میدان برآمدن و اکنون نوبتی دخترکان دسته ها فرا رسید. به نورتی که نسید دخترانی دسته ها رو میبینیم. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دختران در این بازی خیلی فعال هستند و بازی رو زود به خطا اجرا کرده شدند. ادامه بازی رو میبینیم. ادامه دارد بازی. دسته ها برابر شدند. دخترکان نوبتی دسته ها میبینیم که چگونه تغییرات ها به عمل میآیند. ادامه دارد بازی. نه دخترکان خود دسته با میدان میبرند و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. برتری نصیبی دسته بهزاد است. ایشون دسته جهانگیر کوشش کرده استادن دستهشون رو با پیش کشن و در این شهر دسته بهزاد گلی با مدافعین و دسته بهزاد. شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی پسران در داخل حلقه گیمناستیک به میدان برآمده داخل میدان میروند و باز به مرا برمیگردند. دوباره دختران با آنها همراه شده بازی رو ادامه میدهند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. در این زمان برتری نصیب دسته جهانگیر است. ایشون دسته بهزاد نیز کوشش کرده شدن دستهشون رو با پیش کشن ولی برگردن دسته جهانگیر برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که اونها از می غلبه کردند دارند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید. ایشون نوبتی دسته ها قریب که برابر شدند و میبینیم که چگونه تغییرات ها به عمل میآیند. دسته بهزاد به پیش برآمد. ادامه دارد بازی. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. دسته جهانگیر به پیش برآمد و ادامه دارد بازی. دستا برابر شدن. نه سرکون اخیر دستا با میدان برآمدن و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. ادامه دارد بازی. برتری نصیب دسته جهانگیر است و در این شهر دسته جهانگیر گلی با مدافعین و دسته جهانگیر خان زنید. شرط نوبتی ببینید که این شهر رو نخوز دخترکان آغاز نمودند. در دست اونها چرخک به میدان برآمده داخل میدان میروند و باز به مرا برمیگردند. باز خط تماشا کنید دوستان عزیز. دستا برابر هستند. شرط نوبتی دستا رو میبینیم. ادامه دارد بازی.
شوکچای نوبتی رو میبینیم. بینید که مخلصان دستا رو خیلی خوب پذیرایی نموده استادن و البته پذیرایی نمودن مخلصان به دستا خوب و نیرو میبخشد. اونها به وجد اومده بازی رو زود به خطا اجرا میکنند. شوکچای نوبتی دستا رو میبینیم. یک دخترکان آخری دستا با میدان بر اومدن. برتر نصیب دستا جهانگیر است. اکنون البته پسرکان فار میرسد. بیایم مهارت پسران دستا رو میبینیم. دو مهارت بازی با دقت تماشا کنه. شوکچای نوبتی دسته ها بازی ادامه دارد. با دقت باشید دوستان عزیز. برتر همون نصیب دسته جهانگیر از شوکچای دسته بهزاد کوشش کرده استادن دستهشون رو با پیش کشن ولی ورژن دسته جهانگیر برتر از دست دادن نیستند. اینک پس هستن از اشتراکشون اخرین دستا با میدان بر اومدن و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالی میآید. در این شهر دسته جهانگیر غالب آمد. آفرین به دسته جهانگیر. یک شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده میشه. در این بازی در دست اشتراکشون توپچه ها و نوبت به میدان بر اومده. از بین مانع ها گذشته تا آخرین میدان میروند. در داخل حلقه ایستاده توپچه رو در داخل سبد ها به نشان میگیرند. این زمان از جهتی به نشان گرفتن توپچه ها دستا برابر هستند. ادامه دارد بازی. اینک توپچه دومی دسته جهانگیر به هدف رسید و ادامه بازی رو میبینیم. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. شوکچای نوبتی دسته ها رو میبینیم. ادامه دارد بازی. با دقت تماشا کنید دوستان عزیز. سرکان آخرین دستا با میدان بر اومدن و اکنون نوبتی دخترکان فار میرسد. بیاید مهارت دخترانی دستا رو میبینیم. ادامه دارد بازی. شوکچای نوبتی دسته ها دستا همون رو برابر حرکت کرده استادند. شوکچای دسته بهزاد کمی هم باشد و پیش بر اومدن و میبینیم که چگونه تغییرات ها به عمل میآید. حالا دخترکان آخرین دستا به میدان میبرند و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالی میآید. یک دخترکان آخرین به میدان بر اومدن. دستا برابر هستند و در این شهر هر دو دسته برابر به مرا رسیده هستند با هر دو دسته. یک شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده میشود. در این بازی در دست اشتراکشون توپ به میدان بر اومده. از داخل حلقه گیمناستیک گذشته تا آخرین میدان میروند و هنگام بازگشت باز به مرا برمیگردند. دخترکان زمین عملها رو تکرارا اجرا نموده. توپا رو گرفته به مرا برمیگردانند و همینطور بازی ادامه مییابد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. دست‌ها برابر هستند. اشتراکچای نوبتی دستا رو میبینیم. دوستان عزیز شما نیز میتوانید چنین بازی‌ها رو در خانه‌های خود در میدانچه‌های ورزشی نزد حولی‌هایتان یا مکتب باغچه‌ها تشکیل نموده پیوسته به ورزش مشغول شوید. زیرا ورزش را برای سلامتی و سرچشمه زیبایی میگویند. اشتراکچای نوبتی دستا رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچای نوبتی دستا رو میبینیم. با دقت تماشا کنید. ادامه دارد بازی. دخترکان نوبتی دستا با میدان بر اومدن. ادامه بازی رو میبینیم. برترین نصیب دسته جهانگیر شد. ادامه دارد بازی. دسته بهزاد و پیش بر اومد. بارگاه خاطراتون میکنم که اشتراکچای دسته بهزاد والیبال سفید و سیاه و دسته جهانگیر باشد والیبال سرخ و سیاه در میدان پایینی هم آزمایی دارند. اینک سرکان آخرین دستا با میدان بر اومدن و اکنون نوبتی سرکان آخرین دستا فرو میرسد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالی میآید. برترین نصیب دسته جهانگیر شد. سرکان آخرین دستا نیز به میدان بر اومدن و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالی میآید. در این شهر دسته جهانگیر غالب آمد. آفرین به دسته جهانگیر.
و شرط نوبتی و بینید که در این شهر دخترکان در کرسی‌چوان نشستند. پسران از بین دختران گذشته تا آخر میدان میروند. هنگام بازگشت از دست دختران گرفته به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشارچی نوبتی دستا را میبینه. دستا قریب که برابر شدند. بله دستا برابر هستند و میبینیم که چگونه تغییرات ها به عمل میآیند. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید. برتر نصیب دسته بهزاد شد و میبینیم که چگونه تغییرات ها به عمل میآیند. اینا سرکان آخری دستا به میدان میبرند و گل بیشتر معین میگردد. برتر نصیب دسته بهزاد است. در این شهر دسته بهزاد غالب آمد. آفرین و دسته بهزاد. دوستان عزیز در اینجا هم شرط مسابقه امروز آفرین به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلان نمودن خالهای به دست آورده دسته ها. موافقه با گزار حکمانی برنامه هر دو دسته هم صاحب 32 خالی گشتند. یعنی دوستی غلبه کرد. احسن به هر دو دسته. ما با هر دو دسته برای اشتراک فعالشون در بازی‌های شاهکار تلویزیونی آفرین میگیم و از حکمانی برنامه خواهش می‌کنیم که تحفه‌های خاطرمان رو با هر دو دسته تقدیم نمایند. مرحمت. دوستان عزیز در همین جا وقتی با برنامه آفرین جدا شده به انجام رسید. آیا میخواهید که در برنامه آفرین شرکت ورزید و آنها رو مهارت ورزشی خویش رو به همسالانتون نمایش بدید؟ خیلی خوب. این طور که باشد ما نزدیک شما میآییم. خیر